مبحث بعدی که میخوایم در رابطه باش صحبت کنیم مبحث ایزوتوپ ها هستش. و ایزوتوپ ها یعنی یک عنصر اما اتم های متفاوت. هر دو هیدروژنن اما متفاوتن، هر دو لیتیومن اما متفاوتن و میخوایم این رو بررسی کنیم و ببینیم تفاوت ایزوتوپ ها در چی هستش. برو اسلاید بعدی. بچه‌ها فرض کنید یه چنین هسته‌ای رو داریم. این چند تا پروتون داره؟ 2 تا. کدوم عنصر؟ هلیوم. اسم این اتم که من الکترون ها رو حالا نشون ندادم اسمش هلیومه. این هلیوم ما 2 تا پروتون داره و به خاطر همین اصلا بهش میگیم هلیوم. 2 تا نوترون داره. عدد جرمیش چنده؟ 4 پروتون به علاوه نوترون. همین هسته رو در نظر بگیر. اومدین به این هسته یه نوترون جدید اضافه کردید. یه نوترون جدید اضافه شده و اسمش بازم هلیومه چون تعداد پروتونش تغییری نکرده، همچنان 2 تا پروتون داره، پس اسمش هلیومه. اما با این تفاوت که 2 تا پروتون رو داره اما نوترونهاش بیشتر شده. 3 تا نوترون داره. عدد جرمیش چنده؟ 5 این سری. یه اتم دیگه همین هسته رو یه نوترون دیگه اضافه کن. پروتوناش چند تاست؟ 2 تا. اسمش چیه؟ هلیومه. چرا؟ چون 2 تا پروتون داره. اما نوترونها شده 4 تا. عدد جرمی شده 6. تفاوت ایزوتوپ‌ها رو قطعا متوجه شدید. عدد اتمی یکسان، پروتون یکسان، اما نوترون‌ها رو نگاه کن. نوترون‌های متفاوت. عدد جرمی‌ها رو نگاه کن. عدد جرمی‌ها متفاوت. به یه چنین اتم‌هایی که اسمشون یکیه، تعداد پروتون‌ها برابره اما نوترون‌های متفاوتی دارن، میگن ایزوتوپ‌های اون عنصر. اوکی، تموم شد. پروتون‌ها برابر اما نوترون‌ها متفاوت. بچه‌ها ویژگی ایزوتوپ‌ها رو می‌خوایم با هم بررسی کنیم. این ایزوتوپ‌ها چه ویژگی‌هایی دارن؟ در نگاه اول مشخصه. پروتون‌ها برابر، نوترون‌ها متفاوت، عدد جرمی متفاوت. بعدی خواص شیمیایی یکسان. چرا یکسان؟ خواص شیمیایی بچه‌ها برای تمام ایزوتوپ‌های یک عنصر یکسانه. ما میگیم هیدروژن دیگه، نمیگیم فلان ایزوتوپ هیدروژن. خواص شیمیاییش یکیه. پس خاصیت شیمیایی، جایگاهشون در یک جدول تناوبی یکسانه اینها. اوکی؟ پس این خیلی نکته مهمی بود، حواستون باشه. بذار قلم انتخاب کنم. این به شدت نکته مهمیه. برخی خواص فیزیکیش متفاوته. چه خواص فیزیکی؟ خواص فیزیکی وابسته به جرم. برخی خواص فیزیکی وابسته به جرمش متفاوته. حواست به این موضوع باشه. این خیلی پرتکرار، به شدت پرتکرار و مهمم هستش. پس برخی خواص فیزیکی، اونایی که وابسته به جرمن چون جرمشون متفاوته دیگه، اونا با هم متفاوتن. برو بعدی. موقعیتشون در جدول گفتم یکسانه. همه اینها چون هلیومن در جایگاه دوم جدول تناوبی قرار میگیرن و ما فلان ایزوتوپ هلیوم، این یکی ایزوتوپ هلیوم، یعنی نداریم جایگاه های متفاوت. کلا یه جایگاه برای هلیوم در نظر گرفتیم و هر چقدر ایزوتوپ باشه تو همون یه جایگاه قرار میگیره. آرایش الکترونی یکسان. بعدها میخونید اصلا مگه نگفتم تعداد پروتون در اتم با الکترون برابره؟ اگر تعداد پروتون اینها با هم برابر باشه طبیعتا تعداد الکترون ها هم برابره. آرایش الکترونی هم میاد الکترون ها رو آرایش میکنه، منظم میکنه. چون الکترون ها برابره پس آرایش الکترونی هم برابره. تموم شد و رفت. درصد فراوانی متفاوت. از اونجایی که اینا نوترون های متفاوتی دارن، هسته ها پایداریشون فرق میکنه با هم و همین باعث میشه یه سریا فراوانتر پیدا بشن، یه سریا فراوانیشون کم باشه. یعنی بیشتر یه سریا در طبیعت وجود دارن، یه سریا کمتر وجود دارن. اوکی. نکته بعدی پایداری. همون چیزی که گفتم باعث میشه هسته یه سریا پایدار باشه، یه سریا ناپایدار باشه و پایداری نیمه عمر در ایزوتوپ ها متفاوته. بچه ها کامل بررسی میکنیم این موضوع رو.
بریم سراغ اسلاید بعدی. ایزوتوپ ها یا در طبیعت وجود دارن یا ندارن. اونی که در طبیعت وجود داره بهش میگیم طبیعی، ایزوتوپ طبیعی. اونی که وجود نداره میشه ساختگی. اونی که وجود نداره میشه ساختگی، اونی که وجود داره میشه طبیعی. خیلی ساده است دیگه. مثلا هیدروژن بچه‌ها 7 تا ایزوتوپ داره که 3 تاش طبیعی، 4 تا رو ما انسان ها ساختیم. اوکی؟ و ایزوتوپ ها در یه تقسیم بندی دیگه یا پایدار هستن یا پایدار نیستن. اونی که پایداره پرتوزایی نداره. اوکی؟ پرتوزایی نداره. اما اونی که ناپایداره تلاش میکنه که پایدار بشه و برای پایداری باید پرتوزایی کنه. این هم کامل در رابطه باش صحبت خواهیم کرد. اوکی؟ بهشون رادیو ایزوتوپ هم میگن. به ایزوتوپ هایی که پرتوزا هستن رادیو ایزوتوپ هم گفته میشه. بچه ها چه ایزوتوپ هایی پایدارن، چه ایزوتوپ هایی ناپایدارن؟ مگه نگفتیم هسته اتم ها پروتون داره و نوترون. اگر نوترون های ما از یه جا به بعد بیشتر بشه، اگر نوترون ها از یه تعدادی بیشتر بشه، باعث میشه هسته ما ناپایدار بشه و در واقع اتم ما ناپایدار بشه. از چه تعدادی؟ اگر نسبت، این قید کلی نیست، اغلب اتم ها اینطوریه. اگر نسبت نوترون به پروتون، اگر نوترون به پروتون در هسته، نوترون به پروتون برابر یا مساوی 1.5 باشه، اغلب، دارم باز هم میگم بیشتر اوقات اغلب، اگر نوترون به پروتون بزرگتر یا مساوی 1.5 باشه، اون هسته ما ناپایداره. اوکی؟ و پرتوزا حساب میشه. بریم سراغ چند تا مثال. من پاک کنم. این هسته اول ما یه پروتون داره. این پایداره یا ناپایداره؟ نسبت نوترون به پروتون، نوترون نداره، 0، پروتون 1، 0 به 1 میشه 0. پس قطعاً این پایداره. برو بعدی. یه دونه پروتون داره. این آقا یه نوترون هم بهش اضافه شد. نسبت نوترون به پروتونش میشه 1 به، اینجا می نویسم، بذار رنگو عوض کنم، 1 به 1. جواب میشه 1. از 1.5 کمتره. پس اگر از 1.5 کمتر بود پایداره. اوکی؟ این پایداره. این 2 تا نوترون داره بچه ها. نسبت نوترون به پروتون میشه 2 به 1. 2 به 1. از 1.5 بیشتره، پس این پایدار نیست، پرتوزاه. برو بعدی. 3 تا نوترون داره، 3 تاست، 3 به 1. اینم ناپایداره، پرتوزاه. حواستون باشه. پایدار، ناپایدار. حواست به این مثال ها باشه. خیلی ساده بود ولی بدون اگر نسبت نوترون به پروتون، اغلب اتم ها اینطوری، یعنی استثناء هم داریم، اگر نسبت نوترون به پروتون در اتمی بزرگتر یا مساوی 1.5 بود، اون هسته، اون اتم ناپایداره. برو بعدی. آقا اتم های ناپایدار، اوکی، حساب کردیم ناپایدار. این دوست داره که پایدار بشه. همه ما انسان ها، همه اتم ها دوست دارن که پایدار بشن، آرامش داشته باشن. چی کار میکنه اتم؟ یا ابوالفضل، اتم برای اینکه خودشو به پایداری برسونه میاد چیکار میکنه؟ پرتوزایی میکنه. انرژی اضافه رو میاد تخلیه میکنه و خودشو به پایداری میرسونه. چطوری؟ میاد پرتوزایی میکنه. این پرتوزایی به چه شکلی اتفاق میفته؟ متاسفانه توی این موضوع اکثر دبیرها اصلا باعث تعجب منه، میان اشتباه میگم و نمیدونم مشکل از کجاست، ولی خب متاسفانه این مبحث یه مقدار بد تدریس میشه حقیقتش. آقا یه اتمی داریم، یه هسته‌ای داریم، به عنوان مثال 236 که آن استیبله، ناپایداره. اوکی؟ این هسته ناپایدار دوست داره خودش رو به پایداری برسونه. چی کار میکنه؟ این میاد
به 2 تا میاد به 2 تا هسته کوچیکتر و پایدارتر تبدیل میشه. خیلی از اساتید میان میگن که این از بین میره، پرتوزایی اتفاق میفته و یه مدتی رو که بهش میگیم نیمه عمر طی میکنه و نابود میشه، در صورت که نابود نمیشه، به هسته های کوچیکتر تبدیل میشه. این موضوعی هستش که من واقعا خیلی جا دیدم اصلا برگام ریخته و بدونید دیگه از بین نمیره، تبدیل میشه به هسته های کوچیکتر و چرا بهش میگیم پرتوزایی؟ در حین تقسیم یه سری انرژی، یه سری پرتوها گاما، آلفا و چیزایی که اصلا در حد کتاب درسی شما نیست آزاد میکنه. میگیم پرتوزایی اتفاق افتاده. پرتوزایی اتفاق میفته، در کنارش این هسته تقسیم میشه به هسته های کوچیکتر و پایدارتر. اوکی؟ این اتفاق میفته. بچه‌ها پرتوزایی فرایند زمانبری هستش. پرتوزایی فرایند زمانبری یعنی چی؟ یعنی زمان میبره که این بیاد تقسیم بشه و خودشو به پایداری برسونه. چون فرایند زمانبری هستش، برای رادیو ایزوتوپ ها، برای ایزوتوپ هایی که پرتوزا هستن، ما اصطلاح نیمه عمر رو تعریف میکنیم. نیمه عمر چی هستش؟ نیمه عمر بچه‌ها مدت زمانیه که طول میکشه تا نصف هسته های اولیه از بین برن. این جمله‌ایه که میگم خیلی از اساتید میگن و اشتباهه. مدت زمانی نیست که نصف هسته های اولیه از بین میرن، بلکه مدت زمانی هستش که نصف هسته های اولیه ما به هسته های پایدارتر، کوچیکتر تبدیل میشن. اینه درستش و اصطلاح بهتری هستش. یعنی اگر 1 کیلو ماده داشته باشی، این میاد بعد از اینکه نیمه عمرش رو طی میکنه، یعنی مثلا نیمه عمر نمیدونم یه ماده ای رو 10 دقیقه در نظر بگیر. اگر 1 کیلو از اون ماده داشته باشیم، بعد از 10 دقیقه، بعد از اینکه این 10 دقیقه سپری میشه 10، این نیم کیلوش به صورت همون ماده اولیه باقی میمونه، ولی نیم کیلوی دیگه هسته مادر نیست، اون هسته ناپایدار نیست، تبدیل میشه به هسته های کوچیکتر و ماده های جدیدی به وجود میاد. حواستون به این موضوع باشه، پس از بین نمیره، به هسته های پایدارتر تبدیل میشه. این هم از این موضوع. بریم سراغ تستای این مبحث که به شدت مهمه. میگه آقا 2 نوع آب که هر کدام از 2 نوع اتم هیدروژن با نیمه عمر متفاوت ساخته شدن. یعنی چی؟ میگه 2 نوع آب داریم که هر کدوم از 2 نوع اتم هیدروژن متفاوت. 2 نوع اتم هیدروژن متفاوت یعنی چی؟ یعنی ایزوتوپ های متفاوت از هیدروژن. میگه از 2 تا ایزوتوپ مختلف ساخته شدن. این 2 نوع آب در چند خاصیت با یکدیگر تفاوت دارن. میگه 2 تا، خیلی ساده، 2 تا ایزوتوپ هیدروژن داریم. این یه ایزوتوپ، اینم یه ایزوتوپ دیگه شه. خب میگه آقا این 2 تا چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ در جرم مولی متفاوت هستن آیا؟ آره دیگه، این نوترونش مثلا شاید بیشتر از اون یکی. جرماشون متفاوت، اصلا متوجه شدیم. عدد جرمیشون متفاوته، جرم اتمیشون متفاوته، پس جرم مولی هم متفاوت هست. مجموع نوترون ها یکی از بارزترین ویژگی ایزوتوپ ها، یکی از تفاوت های اصلیش تفاوت نوترون ها بود. واکنش پذیری، نه، واکنش پذیری خاصیت شیمیاییه. خاصیت شیمیایی ایزوتوپ ها با هم مساویه، برابره، پس این نیست. مجموع پروتون ها، گفتیم پروتون ها برابرن، نیست. چگالی یکی از خاصیت های فیزیکی وابسته به جرم، بنابراین اینم از اون دسته تفاوت ها هستش. بریم سراغ بعدی. فصل 0 که میبینید یه بخش خیلی کوچیکی از دوره اصلی ما هستش، دوره‌ای که تمام مطالب به صورت انیمیشنی و کاملا مفهومی
تدریس شده، روش‌های تستنی اصولی و حرفه‌ای آموزش داده شده که بتونید بهترین نتیجه رو توی کنکور، امتحانات و آزمون‌های آزمایشی بگیرید. برای قدم به قدمتون هر پایه‌ای که میخواد باشه 10ام، 11ام یا 12ام برنامه‌ریزی انجام شده که بدونید امروز، فردا، پس فردا و هر روز چه مطلبی رو قراره که مطالعه بکنید. مستقیما با خودم در ارتباط هستید، پله به پله میارم اسفالا تا به چیزی که میخوای برسی. و در نهایت اگر دوست داری که با ما همراه بشی و اطلاعات بیشتر رو در رابطه با این دوره بدونی، عدد 1 رو به شماره‌ای که بهت نمایش داده میشه ارسال کن، با تماس میگیریم راهنماییت می‌کنیم. گفته چند مورد از جملات زیر درسته؟ الف، عنصر منیزیم در طبیعت دارای 3 ایزوتوپ با عددهای جرمی 24، 25 و 26 می باشد. درسته بچه‌ها، منیزیم 3 تا ایزوتوپ داره، 24، 25 و 26. اینا کامل توی دوره اصلی بررسی شده. کدوم فراوانیش بیشتر نیمه عمر رو، همه نکات مربوط به این موضوعات بررسی شده. توی فصل 0 نیاز به توضیح نداره. بعدی گفته اغلب هسته‌ها این خیلی مهمه، اغلب هسته‌هایی که نسبت نوترون به پروتون ها برابر یا بیشتر از 1.5 باشه ناپایدار. کاملا درسته و با گذشت زمان متلاشی میشون. چرا متلاشی میشن؟ چون پرتوزان و دوست دارن پرتو آزاد کنن، به هسته‌های کوچکتر تبدیل بشوند و یه جایی متلاشی بشن. اوکی، بنابراین درسته. برو بعدی. در یک نمونه طبیعی همواره ایزوتوپی با تعداد نوترون‌های بیشتر ناپایدارتر است و درصد فراوانی کمتری داره. اشتباهه بچه‌ها، همواره نداریم ما در شیمی، نه اینکه نداشته باشیم ما. ببین، به عنوان مثال بزنم بهتر جا بیفته. اگر لیتیوم رو در نظر بگیری، لیتیوم کامل میگم بررسی شده اینا توی دوره اصلی، 2 تا ایزوتوپ داره. لیتیوم 3.6 و لیتیوم 3.7. شاید فکر کنید که چون این نوترون کمتری داره پایدارتره، در صورت که اشتباهه. فراوانی این 94%، فراوانی 3.6 کلا 6% و این هم فراوانتره هم پایدارتره و این که هر چقدر نوترون بیشتر باشه پایداری کمتره اشتباهه. میتونه نوترون بیشتر و پایداری بیشتر هم داشته باشیم. درست گفتم؟ حالا نمیدونم. خلاصه نوترون بیشتر پایداری بیشتر هم داره. حواستون باشه. پس اشتباهه. کلا 2 تا الان درست داشتیم، اینم درست بود. همواره در یک نمونه طبیعی از عنصری معین اتم‌های سازنده جرم یکسانی ندارند. بچه‌ها یه قلق تستی همیشه درست نیست، ولی اگر مخصوصا شک داشتید بین 2 تا گزینه تو تست، اونی که همواره قطعاً همه، یعنی استثناء قائل نشده، کلی صحبت کرده، اکثر اوقات اشتباهه. اینم همواره داره بررسی کنیدا، ولی خب میگم احتمال اشتباه بودنش خیلی زیاده. از این تکنیکای اینو دیدی اینو بزن دیگه جواب نمیده، ولی خب این که ته ذهن چه این چیزی باشه خیلی خوبه. پس بچه ها، اتم های سازنده در یک نمونه بیشتر اوقات اغلب جرم یکسانی ندارن، ولی داریم نمونه هایی که تمام اتم هاش از یک نوعه و جرم یکسانی دارن. پس همواره نیست، بیشتر اوقات اغلب این اتفاق میفته. کلا 2 تا گزینه درست بود و گزینه دوم جواب ما هستش. برو تست بعدی. کدام گزینه درسته؟ گفته همواره در یک اتم آ بزرگتر از زده. بچه‌ها من مثال زدم، گفتم در هیدروژن 1 نوترون نداریم. هیدروژن 1 عدد جرمی بنویس دیگه، اینم زد عدد اتمی برابره، همواره بزرگ نیست. بازم همواره رو دیدی و اشتباه در اومد. اینا بچه‌ها تستایی نیست که من تنظیم کرده باشم ها. تست کنکور قلمچی گزینه 2 اینور اونوره و ببین که جواب دیگه. من بازم میگم اصلا دوست ندارم چنین تکنیکایی رو یاد بدم، ولی ته ذهنتون باشه، به درد میخوره. یکای جرم اتمی AMU برابر 1/12 جرم اتمی میانگین.
بازم جرم اتم میانگین. اصلا یه سری تستا رو حل میکنی و تست میزنی میفهمی دیگه طراح چه تله هایی میذاره واسط، چطوری بگم، چه نکات مخفی داره اون سوالات و اون مبحث. مشخصه دیگه. ما 2 تا تست زدیم همش میانگین آورده چسبونده، پس اشتباهه دیگه. از یه جا به بعد واسه تکراری میشه تست زدن. برو بعدی. عنصر X35 با عنصر Z17 هم گروهه. این گروه 17، اینم گروه 17 بچه‌ها. اینا رو در ادامه کامل آموزش میدم که همینطوری چشمی بتونید به جواب برسید. هم گروه هم و با عنصر فلان 21 35 هم دوره هست. درسته، اینم درسته. در ادامه کامل بهتون یاد میدم که چطوری چشمی گروه و دوره عناصر رو به دست بیارید. برو بعدی. گفته جرم اتمی H11 اندکی از AMU بیشتره نه کمتر. گفتم این 1.20 AMU بچه‌ها. یه مقدار از AMU بیشتره نه کمتر، پس این اشتباه بود. کدام گزینه درست؟ اصلا به جواب رسیده بودیم. برو بعدی. گفته چند مورد از عبارت‌های زیر نادرسته. دنبال نادرست باید بگردیم. گفته ممکنه در یک نمونه طبیعی، ممکن است، خیلی قید مهمیه، ممکنه، نگفته همیشه همواره، ممکنه در یه نمونه طبیعی، اینم بگم ممکن است اکثرا برخلاف همواره همیشه درست در میاد. چون یه چطوری بگم، یه در نظر گرفته. گفته احتمال داره این اتفاق بیفته، نگفته قطعا اتفاق میفته. ممکنه در یه نمونه طبیعی از عنصری همه اتم‌های سازنده جرم یکسان داشته باشد. بله ممکنه. گفتیم اغلب جرم یکسان ندارن ولی گاهی اوقات جرم یکسان هم دارن، پس درسته. ممکنه، درسته. تفاوت ایزوتوپ‌ها با یکدیگر در برخی خواص شیمیایی. گفتن در برخی خواص فیزیکی، تازه وابسته به جرم، نه همه خواص فیزیکی، برخی خواص فیزیکی وابسته به جرم. پس این اشتباه. کدام؟ نه چند مورد دیگه. متاسفانه این اشتباه باید بقیه رو بررسی کنیم. همه هسته‌هایی که در آنها، همه هسته‌ها بچه گفتم بیشتر هسته‌ها که n به روی پیشون از 1.5 بیشتر یا برابر ناپایدارن، نه همشون. در یک نمونه طبیعی از نخستین عنصر تناوب دوم، نخستین عنصر تناوب دوم میشه لیتیوم. اینا رو توی جدول تناوبی کامل بهتون میگم. فراوانی عنصر سبکتر بیشتر، فراوانی عنصر گفتم سنگینتر بیشتره. گفتم لیتیوم 3.6، اینم لیتیوم 3.7. گفتم این سنگینتره، فراوانی بیشتری نسبت به 3.6 که سبکتره میشه داره. پس اینم اشتباه. چند مورد شد؟ 1 و 2. درسته؟ نه اینم اشتباه بود. 1 2 3. یه مقدار باید تمیزتر بنویسین. اشکال کار منه بچه‌ها. شما باید یه مقدار تمیزتر بنویسی، مشخص کنی، دورش هم یه زینگولی چیزی بکشی که حواست باشه. زحمت میکشی تهش به فنا ندی. برو بعدی. تموم شد. تست دادن بچه اینقدر ساده است. اگر بلد باشی درس رو یاد بگیری و تست بیشتر حل کنی، کار کنی، تمرین کنی، دستت راه میفته دیگه. بریم مبحث بعد.